سلام بچه‌ها، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. اینجا مرز ایران دیگه تموم شده. من ماشینمو وارد کردم با پلاک انگلیسی. بعد می‌خواستم بگم که طی آپدیتی که داشتم ترکیه ازتون پاس انگلیس رو میگیره، پاسپورتتون رو میگیره، بعد پاسپورت کشوری که اقامت دارین با سند ماشین و بیمه ماشین. و اینکه حتما احتیاط کنین تو جاده اگه سرعت بالا بیاین اولین گیتش چک میکنه که شما جریمه نشده باشین. اگه جریمه شده باشین پرداخت باید بکنین. خب حالا من خداش جریمه نشدم و مهر زدن و اومدم، ماشین اوکی شد، بردم اومدم داخل برد ایران که بذار بهتون نشون بدم. اینجا رو این برد ایرانه که اومدم داخل ایران. بعد عرضم به حضورتون که از من فقط ماشین رو چک کرد. یه سربازی اومد اسم مشخصاتمو پرسید، پلاک ماشین رو نوشت، من کجا اومدم، چند سال اونجام، صندوق رو زد، ماشین رو گشت و وسایل رو همطوری خیلی عادی گشت. اذیتم نشدم، آدمای خوبی بودن. بعد من بعد از اون وارد یه گیت دیگه شدم که ماشین رو کلا گشتن کامل. من اینجا بشینم هستم، ماشین کامل گشتم و هیچ مشکل اتفاق نیفتاد اونجا. بعد و اینکه مدارکی که شما لازم دارین برای ورود ماشین به ایران، یکی پاسپورت کشوری که اقامت دارین و یکی پاسپورت ایرانی و سند ماشین و چک صیادی برای ضمانت که من کسی میشناسم که براتون کاراتون رو انجام میده. اگه دوست داشتین میتونین پیام بدین که من کاراتون رو انجام بدم برای لب مرز و مشکل ایجاد نکنید. و من ساعت 11 ورود کردم به ایران، تا الان ساعت 5:30 اومدم بیرون. و عرضم حضورتون کار دیگه خاصی نبود. چک صیادی لازم دارین، سیم کارت ایرانی به نام خودتون حتما باشه، چون یه کدی میاد بعد اونو بهشون بدین. پاسپورت کشوری که اقامت دارین، پاسپورت ایرانیتون، گواهینامه، سند ماشین و که گفتم چک صیادی. و چک میکنن، کاراتون رو راه میندازن. بعد آخر دوباره ماشین رو یه چک مجدد میکنن که خب خیلی عادی هستن. شاید چک نشد، منم چک نشدم، گفتن چک میکنم ولی چک نشدم. و اومدم بیرون دیگه. یه برگه عوارض فروج و اینا که یعنی پرداخت کردم که بتونم بیام بیرون، با یه برگه کاپیتاژ بهم دادن و پلاکم که پلاک ماشین خودم نکردن. و مطمئن باشین که حتما از ایران 3 ماه بیرون باشین. اگه 3 ماه بیرون نباشین نمیتونین ماشین بیارین داخل دیگه. بعد که اومدم بیرون، اونجایی که مشاهده میکنین گیت میان بیرون و میان بعد گیت اینجا که بیمه ایرانه، ماشینتون رو بیمه میکنه و فقط سالس میکنه. بعد برین داخل شهر خودتون، ماشین رو بعد بشونین، حتما فیلم میگیرن که بیمه چیز کنید، بیمه بدنه هم بکنید ماشینتون. و یکی از کلمه مهمتر که من الان فهمیدم، اگه بیمه اروپایی برای ترکیه، چون باید پول بدین که بهتون گفتم تو برنامه قبلی، اونجا ایشون کار انجام میدن برای بیمه. حالا داره انجام میده، باز آپدیت بود. من بهتون فعلا دوستتون دارم. خلاص.